کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع، قطعی و مسلم هست. ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است. اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. تأکید کردیم که ما هرگز از توسعه تنش در منطقه استقبال نکرده ایم. نیروهای مسلح ما هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی رو مورد هدف قرار ندادند.